امروز قراره توی آشپزخونه رنگ آشپزی یه کلوچه برنجی شیرازی فوق‌العاده پخت بشه که عطر و بوی هل و گلاب و زعفرون اون هوش از سر هر آدمی میبره و آشپزخونه هاتونو همراه، همرنگ و همبو میکنه با کوچه پس کوچه های شیراز که به عطر شیرینی زیبنده شده. سلام دوستان، به کانال خودتون رنگ آشپزی خوش اومدین. لطف کنید کانال رو لایک کنید، زنگوله کنار رو در حالت آل قرار بدید تا از هر ویدیوی جدیدی مطلع بشید. بریم که با هم این کلوچه برنجی سنتی خوشمزه رو که همراه مسقطی توی مراسم و اعیاد سرو میشه یاد بگیریم. برای شروع کارم میزان 120 گرم روغن صاف قنادی یا همون روغن 50 رو که به دمای محیط رسیده توی ظرف همزنم میندازم و کمی با همزن هم میزنم تا از هم باز بشه. این مرحله نیاز نیست طولانی باشه. بعد از چند ثانیه که هم خورد، میزان 300 گرم آرد که شامل 150 گرم آرد برنج و 150 گرم آرد 00 یا 0 یا قنادی هست رو که با هم ترکیب کردم از الک حتما رد میکنم، چون آرد برنج دونه هایی داره که حتما باید از شیرینی جدا بشه. از الک رد میکنم و به مواد روغن صاف اضافه میکنم. بعد از اینکه از الک کاملا رد کردم، ذراتی رو که توی الک باقی مونده بیرون میریزم. به این شکل که میبینید ذراتی باقی میمونه که باید دور ریخته بشه و دوباره شروع به هم زدن میکنم. میتونم بگم این مرحله یکی از مهمترین مراحل پخت کلوچه برنجی شیرازیه. شما باید اینقدر به هم زدن ادامه بدید تا مواد اول به شکل پودری، بعد به شکل گلوله و در نهایت به شکل خامه نرم قنادی در بیاد و این مواد هر چقدر بیشتر زده بشه کیفیت شیرینی شما بیشتر میشه. وقتی که مواد به حالت گلوله در اومد، 30 گرم روغن مایه رو به این مواد اضافه میکنم تا همزنم بتونه راحت تر هم بزنه و بعد از اون هم 1 قاشق مرباخوری پودر هل که شما میتونید از اسانس هل استفاده کنید، اما من پودر هل رو ترجیح میدم. وقتی که روغن و ترکیب آردها به این شکل که میبینید به اندازه‌ای به هم خورد که مواد به صورت پودری و گلوله در اومد، 30 گرم روغن مایع پخت و پز رو به مواد قبلی اضافه میکنیم و مرتب هم میزنیم و دورگیری میکنیم تا مواد کاملا با هم مخلوط بشه. چون این مواد چیزی حدود 10 دقیقه با همزن من باید هم بخوره مرتب و ممکنه به دستگاهتون فشار بیاد، میتونید هر چند دقیقه خاموش کنید، اجازه بدید دستگاه استراحت کنه و دوباره مرتب به هم بزنید. تو همین مرحله یا اسانس هل یا 1 قاشق مرباخوری پودر هل رو به مواد اضافه میکنید. منظورم قاشق اندازه‌گیریه. بعد از 10 دقیقه هم زدن به همون شکلی که میبینید مواد به صورت یه خامه فرم گرفته در اومده. الان دیگه کار اصلی ما انجام شده. میتونیم همزن رو خاموش کنیم، مواد رو کنار بذاریم و سراغ مرحله بعدی بریم. بذارید من فرم مواد رو بهتون نشون بدم. ببینید کاملا مثل خامه فرم گرفته، راحت از قاشق نمیریزه، روی قاشق میمونه و نرم و سبک شده. همینطور رنگش هم روشن شده. اینا از علائم آماده شدن مواد آردیه. خب تو مرحله بعدی من به یه ظرف 1 تخم مرغی رو که با پوست 60 گرم باشه اضافه میکنم. به تخم مرغم 120 گرم شکر اضافه میکنم، چون شیرینی این کلوچه که به همراه مسقطی سرو میشه باید کم باشه.
بعد از شکر نوبت به 100 گرم گلاب میرسه که روی این موادم میریزم و مهمترین نکته اضافه کردن شربت بار به میزان 30 گرم به مواد خمیرمون هست، چون شربت باره که به کلوچه ما رنگ میده. اما نکته مهم، شربت بار باید حتما بدون گلوکز و گلاب باشه که دستورش رو قبلا بهتون یاد دادم. لینک آموزشش رو پایان ویدیو میذارم. چند قطره زعفرون غلیظ دم شده هم اضافه کردم که همکارای قنات به جای این زعفرون از رنگ خوراکی زرد استفاده میکنن، اما چون مصرف خونگی هست من فقط چند قطره و زعفرون خیلی غلیظ دم شده اضافه کردم. این مواد رو در حدی هم میزنیم که همه مواد کاملا دست به دست هم بده و شکر توی اون کاملا حل بشه و زبری شکر دیگه احساس نشه. نیازی به هم زدن بیش از حد نیست. مواد که با هم یک دست شدن میریم سراغ مرحله بعدی. مرحله مهم بعدی جفت کردن مایعاتمون با مواد خامی شکلی. مایعات رو به 3 قسمت تقسیم میکنیم، یعنی توی 3 بخش اضافه میکنیم. بخش اول رو اضافه میکنیم، خیلی کم با دستگاه همزن هم میزنید. اگر اینجا مواد رو زیاد هم بزنید حین جفت شدن مواد با هم، خمیر شما تسمه میشه و در نهایت اصلا شیرینی خوبی نخواهید داشت، در همین حدی که میبینید و من به هم میزنم. مرحله دوم رو هم اضافه میکنیم، دوباره در حد 5 ثانیه هم میزنیم، شاید هم کمتر، فقط یکم مواد با هم مخلوط بشن و بعد مرحله سوم و دوباره همونقدر کوتاه هم میزنیم. مواد که به این شکل در اومدن سریع همزن رو جدا میکنیم، در میاریم، میتکونیم، کنار میذاریم و میتونید خیلی کوتاه 1-2 بار دیگه با ویسک دستی هم بزنید تا موادتون کاملا یه دست بشه و به همین شکلی که میبینید خمیری که ما داریم خیلی لطیفه و میشه راحت با ماسوره و قیف باهاش کار کرد. من این خمیر رو توی قیف میریزم، ماسوره کاملا ساده روی قیف میذارم، نیازی به قیف پارچه‌ای هم ندارم، خمیر خیلی لطیفه، میتونم با قیف یه بار مصرفم انجام بدم. با فاصله های منظم توی سینی که نیاز به کاغذم نداره، فقط با کمی روغن جامد چرب میکنم، پایپ میکنم. مرحله جفت کردن مواد رو همکارای قنات توی قنادی ها میتونن دستشون رو دستکش بپوشن و با دست انجام بدن. برای مرحله بعد من کف سینی رو که مهم رنگ تیره نباشه چون شیرینی ها از کف میسوزه، با روغن جامد خیلی کم چرب کردم. اگه چربی زیاد شد میتونید با دستمال پاک کنید. بعد مواد رو توی قیف ریختم، یا با ماسوره ساده یا حتی بدون ماسوره هم میتونید به اندازه گردوهای درشت پایپ کنید. دستتون رو کاملا عمود بگیرید و یه اندازه پایپ کنید. وقتی که پایپ کردن تموم شد، روی سطح اون رو با انگشت خیس یا روغنی برآمدگیش رو صاف میکنید و نکته مهم اینجاست، مواد توی سینی نیم ساعت تا 1 ساعت توی محیط بمونه تا لایه ببنده روش و بعد به فر از قبل گرم شده با دمای 180 اضافه بشه. بعد از پایپ مواد توی سینی فر، انگشتتون رو با آب کمی خیس میکنید، توی تخم خرفه میزنید، خیلی کم، نباید میزان تخم خرفه زیاد باشه و بعد کمی به سر شیرینی ها اشاره میکنید تا هم برآمدگی ها پایین بره و هم خرفه به اونا بچسبه. اجازه میدم 1 ساعت مواد توی دمای محیط خنک بمونه. رویه که بس هر نوع مهری رو که دوست دارم، من چند نوع مهر دارم از اونا استفاده میکنم. اول توی آرد برنج و بعد روی شیرینی میزنم، هر بار تکرار میکنم.
بعد از 1 ساعت همونجور که میبینید هر بار مهر رو توی آرد برنج زدم و روی هر کدوم از توپک‌های گردویی فشار دادم. دمای فر 180 درجه به مدت 20 دقیقه. به این شکلی که میبینید قبل از هر بار مهر زدن روی شیرینی‌ها مهر باید حتما توی آرد برنج قرار داده بشه. دمای فر 180 درجه، حتما باید فر 1 رو قبل از انتقال شیرینی‌ها گرم شده باشه. 20 دقیقه هم میپزیم شیرینی‌ها. به این شکلی که میبینید بعد از 20 دقیقه که با دمای 180 توی فر موند، شیرینی رو از فر بیرون آوردم. 1 ساعت توی دمای محیط قرار دادم تا کاملا خنک شد. با یه تکون کوچولو از سینی جدا کردم. میبینید که کف شیرینی کاملا پخته شده و رنگ گرفته. روی اون کمی طلایی و اطرافش برشته شده. این نشونه یعنی شیرینی من به اندازه کافی پخته شده. حتما برای جدا کردنش از سینی اجازه بدید کاملا خنک بشه. بافتش هم که به این شکلی که میبینید خیلی ترده. الان توی ظرف میچینم. این شیرینی به همراه مسقطی شیرازی سرو میشه. شما میتونستید توی مرحله اضافه کردن تخم مرغ از نصف قاشق چای خوری وانیل هم استفاده کنید. اما به نظر من چون این شیرینی هل و گلاب و زعفرون داره به اندازه کافی معطره و نیاز به هیچ عطر دیگه‌ای نداره. اینم کلوچه برنجیای آماده شده تقدیم به نگاه مهربونتون. حالا که تا اینجا اومدید لطفاً لایک رو بکوبید و زنگوله رو در حالت آل یا همه قرار بدید. آموزش بعدی کانال رنگ آشپزی برای شما مسقطی شیرازیه تا بتونید به همراه این کلوچه سرو کنید و از خوردنش لذت ببرید. نوش جانتون. امیدوارم که آشپزخونه‌تون همیشه خوشرنگ و پربرکت باشه. از همراهی همیشگیتون بی نهایت ممنونم.